وزیر بهداشت بعد حضورش در اتاق زایمان در حین زاییدن زاو حالا اومده توجیهش کرده اینا مهم نیست. تو که میخواستی بیمارستان رو افتتاح کنی، خب میرفتی تو اتاقی که عمل پروستات مردان انجام میشد، همونجا کنفرانس خبری میگرفتی. اونی میشه داستانت مثل داستان او بچه است که میره میوه فروشی موز میخوره، بعد صاحب مغازه میزنه پس کلش، بعد باباش میگه واسه چی میزنیش، صاحب مغازه میگه همه موزامو خورد، بعد بابای بچه میگه خب این نمیفهمه، بعد صاحب مغازه میگه خب اگه این نمیفهمه خب بره پیاز بخوره، واسه چی همش موز میخوره. شما اگه می‌خواستی افتتاح کنید خب می‌رفتید تو اتاق عملی که مال پروستات آقایون انجام میشه، واسه چی رفتی بازداشتگاه؟ با روحیاتتون نمیسازه پروستات آقایون. نه اینجا قبرستان خضر آبادانه، اینجا مجانیه، چند دسته آدم اینجا دفن میشن. دسته اول اونایین که وضع مالیشون خوب نیست، دستی دوم اونایین که اینجا مقبره خانوادگیشونه و دستی سوم اونایین که پول دارن ولی نمیخوان پول قبر بدن، میتشون رو اینجا دفن میکنن. بعد یه جمله کلیشه‌ای هم دارن، خودش وصیت کرد، یا نمیخوای پول قبر بدید ندید، واسه چی حرف تو دهن میت میذارید؟ اون میت قبل مرگش به تنها چیزی که فکر نمیکرد این بود که کجا دفن بشه، داشت واسه زندگی میجنگید. کریم عوضی فردا منو اینجا دفن نکنید، پول بدید ببرید ایستگاه 12 دفنم کنید. ذوالفقاری اینجا بارون بزنه شل میشه، کسی سر قبرم نمیاد از ترس اینکه کفشاشون شلی میشه. آره دیگه از ترس کفش. آره اینجا در من وصیت نکردم اینجا دفنم. میگن اون دوتا آقایی که فیلم رابطهشون پخش شد بازداشت شدن. فقط یه پیشنهاد، اگه میخواید این رابطه ادامه پیدا نکنه اینا رو توی سلول نذارید، چون اینا به هم حس دارن، عاطفه دارن، احتمال داره تو همون سلول به رابطهشون ادامه بدن، تازه بیشتر، چون دیگه 24 پیش همن، تازه وابستگیشون هم بیشتر میشه. یعنی بعد آزادیشون دیگه اصلا میرن با هم دیگه همخونه میشن دیگه. آره دیگه همش با هم دیگه، یعنی چپ را اینه، راست میره اینه، اونه دیگه، اصلا کلا وابسته میشن به هم. توی سلول نباشن، پیشنهاد من البته. اون عوضی های کار میکنم، من میشناسمشون. کریمه که ساعت عوضی نگاه چی میکنی؟ این خانم الان 54 سال فوت کرده و 53 سال هم کسی بهش سر نزده و خورده ای بعد چلمش. این هم مثل تو یه روز زنده بود، امید داشت، به فکر آیندهش بود، ذوق داشت، شوق زندگی. ولی نکن 54 سال فوت کرده، 53 سال خورده هم کسی بهش سر نزده. تو هم یه روز میمیره عوضی. پس تا وقتی که زندگی دل نشکن. این نصیحت من به تو. اینو باید به بچه‌م نصیحت میکردم ولی چون بچه ندارم به تو میگم، چون ننه‌اش نیست عوضی. آخه بدون ننه که بچه نمیشه. شاید هم ننه‌اش اومد، معلوم نی. ننه‌اش دمدمی عوضی. بیا دیگه کجای عوضی؟ دل نشکن که ساده عوضی. ولی من میام سر قبرت هر روز میشونمت. یه خانومی تو صدا سیما گفت من 4 تا بچه سقط کردم و ناراحتیم از اینه که واسه چی 4 تا گریه کنه امام حسین رو به دنیا نیاوردن. ناراحتیت از این باشه واسه چی چند تا آزاده رو به دنیا نیاوردید، نه گریه کن. چون امام حسین نیازی به گریه ها نداره و انگار هدفشو نفهمیدی. امام حسین رفت که تو انسان باشی، آزاده باشی، نه اینکه واسهش گریه کنی. این همه گریه کنه به درد نخوراست. آزاده باشید. شما اصل رو ول کردید چسبیدید به فرق. اگه خواستید هم آزاده باشید هم گریه کنید، ولی مهمترینش آزاده بودنه. امروز تولد 191 سالگی یه لاک پشته. تازه میگن شاید سنش از این هم بیشتر باشه، بالا 200. این چی کار کرد اینقدر عمر کرد؟ اصلا کلا لاک پشت ها واسه چی اینقدر عمر میکنن؟ تا حالا بهش فکر کردید؟ آره دیگه
چون همیشه سرشون تو لاک خودشونه، دیگه کار ندارن این زرافه چرا این کار کرد، این تمساح واسه چی به زنش خیانت کرد. قضاوت نمی کنن چون سرشون تو لاک خودشونه، جایی نمیبینن. البته تحرک هم ندارن، قشنگ یعنی تو کل عمر 191 سالگی شاید 2 متر مسافت طی نکرده باشه، همش نشسته سرش رو یکم برگ میخوره. خیانت که به من چه، ای واسه چی اونو خورد به من چه، او کرگردن به من چه، سرم تو لاک خود من بزی. سولت وزیر کار گفته افزایش 57% حقوق کارگران به نفع کارگر نیست. به نفع کیه؟ سولت گفته افزایش حقوق باعث افزایش نقدینگی میشه و تورم ایجاد میشه. سولت یعنی فقط افزایش حقوق کارگران باعث تورم میشه؟ اونم یه چوس حقوق مثلا از 7 تومن بشه 8 خورده 9 تومن میشه تورم. بعد حقوق شما 20 تومن میره بالا، تورم نمیشه. بله به نفعشون نیست حقوقشون افزایش پیدا کنه، چون اون وقت گوش میخورن، مرغ میخورن، میوه میخورن و بدنشون تعجب میکنه، چون اینا رو نخورده بودن با حقوق پایین. بعد بخوای اضافهش کنید میخورن، بدنشون میگه این چیه، این که نون و ماست نیست، این که مرغه. بگی نژاد نماینده مجلس گفت میدان گازی آرش اوقات توش گاز نیست که ارزش داشته باشه به خاطرش مجادله کنی. کی گفته مجادله کنید؟ حالا اگه مجادله هم کردید چیش به ما، این همه میدان گازی و نفتی دست شماست، چیش به ما، نکنید مجادله. آره خودتون اذیت نکنید، اونم به خاطر این میدان گازی که چیز زیادی توش نیست، بلش کن میدان گازی. چمران رئیس شورای شهر تهران گفت واسه مردم اتوبوس گرفتیم که تو باد و بارون منتظر نباشن، الاف نشن. چمران این چه کاری بود کردی؟ ما که راضی به زحمت نبودیم. مگه وظیفه شهرداری و شورای شهر اینه که به مردم خدمات بده؟ خب منتظر بمونیم، فدای سرت، فدای یه تار موت. البته نداری، این بغلاش هست. حالا درسته این پول اتوبوسا با عوارضیه که مردم دادن، ولی شهرداری شورای شهر اینقدر چاله چوله داره که خدمات رسانی به مردم ولی ما بازم تشکر میکنیم. یعنی هر وقت تو ایستگاه اتوبوس بودیم و منتظر نموندیم میگیم چمنان I love you، چمنان thank you، ممنون چمنان. اون هر وقت منتظر نبودیم.